سلام دوستان، با آموزشکده امیر خوش اومدید. من امیر هستم و امروز اومدیم با آموزش درست کردن تنظیمات اینترنت ایرانسل گوشی های شیائمی. شاید برای شما پیش اومده باشه که یک گوشی شیائمی رو خریدین و اینترنتش برای شما کار نمیکنه و یا به هر دلیلی تنظیمات اینترنتش به هم ریخته. برای حل این مشکل وحشتناک به راحتی آب خوردن تا آخر این ویدیو با من باش و اگر به این نوع سبک ویدیو علاقه‌مند هستین کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید تا وقتی ما ویدیو جدیدی در آینده میذاریم شما با خبر بشین و بیاین اون ویدیو ما رو ببینید. بدون هیچ معطلی بریم روی گوشی بهتون آموزش بدم. برای انجام این کار ما میایم این قسمت و انگشتمون رو روی ایرانسل نگه میداریم و در این قسمت ما سیم کارت مد نظرمون که باید ایرانسل باشه رو انتخاب میکنیم. در اینجا ما نام‌های نقاط دسترسی رو انتخاب میکنیم و وقتی وارد این قسمت شدیم روی به علاوه پایین صفحه میزنیم و وارد همچین صفحه میشیم. روی نام میزنیم و این نام وارد میکنیم که البته من همه اینها رو در قسمت توضیحات همین ویدیو براتون گذاشتم که شما میتونید کپی کنید و در اینجا وارد کنید. روی تایید میزنیم و بعد از گذاشتن نام روی نام نقطه دستیابی میزنیم و در اینجا این متن رو وارد میکنیم و روی تایید میزنیم. الان دیگه تنظیمات اینترنت ما کامل شد و ما به بخش های دیگهش کاری نداریم و روی بیشتر میزنیم و این تنظیمات رو سیو میکنیم و به همین راحتی تنظیمات اینترنت ما درست شده و بریم که تستش کنیم. و میبینید که اینترنت ما درست شده و ویدیو ما در همینجا به پایان میرسه. و اگر این ویدیو براتون کاربردی بود کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید و تا ویدیوی دیگر بدرود.